تصور کن یه روز صبح از خواب بیدار شی و همه بارهای سنگینی که سالها روی شونه‌هات بود ناگهان فرو بریزه. این اتفاق برای مردی به نام اکهارت توله رخ داد، فیلسوف و معلم معنوی معاصر که زندگی میلیون‌ها نفر رو دگرگون کرد. توله در سال 1948 در آلمان متولد شد. دوران کودکی و جوانیش پر از اضطراب، افسردگی و ناامیدی بود. او سالها با احساس پوچی و رنج زندگی کرد تا اینکه در 29 سالگی شبی عمیقاً دچار بحران شد، اما درست در میونه تاریکی بیداری بزرگی رخ داد. توله میگه وقتی اون شب صبح شد همه چیز تغییر کرده بود. ذهن پرهیاهوی او خاموش شده بود و برای اولین بار آرامش ناب رو تجربه کرد. همین تجربه آغازگر راه او به عنوان یک معلم معنوی شد. نکته کلیدی در تعالیم توله زندگی در زمان حال است. اون باور داره که رنج‌های ما اغلب از دو چیز سرچشمه میگیره: غرق شدن در گذشته و حسرت‌ها و دیگری ترس و نگرانی نسبت به آینده. اما وقتی آگاهانه توجهمون رو به لحظه حال بیاریم میفهمیم که اکنون تنها زمان واقعی برای زندگی کردنه. اون در کتاب مشهورش نیروی حال توضیح میده که ذهن ما مدام درگیر افکار تکراری و قضاوت هاست. اگه یاد بگیریم از این چرخه بیرون بیایم و فقط شاهد افکارمون باشیم، به سکوت درونی میرسیم. در این سکوت شادی و آرامش حقیقی پدیدار میشه. مفاهیم کلیدی در اندیشه توله رو با هم مرور میکنیم. هویت حقیقی ما ذهن نیست، ما چیزی فراتر از افکارمون هستیم. ایگو یا نفس ریشه بسیاری از دردهاست، چون ما رو از حال جدا میکنه. حضور در اکنون یعنی وصل شدن به زندگی واقعی، نه به داستانهایی که ذهن برامون میسازه. رنج راهی برای بیداریه. هرچی بیشتر رنج رو بپذیریم و مشاهدهش کنیم، آگاهی رشد میکنه. آموزه های توله فقط در محافل معنوی باقی نموند. میلیون ها نسخه از کتاب های او در سراسر جهان فروخته شد. اوپرا وینفری، مجری معروف آمریکایی، آثار توله رو به میلیون ها بیننده معرفی کرد و همین باعث شد پیامش به همه قاره ها برسه. امروزه سخنرانی ها و مدیتیشن های او الهام بخش افرادیه که به دنبال آرامش و معنای عمیق تری در زندگی هستند. اکهارت توله یادآور میشه که لازم نیست برای خوشبختی منتظر آینده بمونیم یا اینکه گذشتمون رو اصلاح کنیم. تنها کاری که باید بکنیم بیدار شدن به لحظه حاله. همین لحظه‌ای که داری این کلمات رو میشنوی، همین لحظات کامل و پر از زندگی هن. پس شاید وقتشه نفس عمیقی بکشی، ذهنت رو رها کنی و وارد همین اکنون بشی، چون همینطور که توله میگه زندگی همیشه همین لحظه است. اگر این ویدیو برات الهام بخش بود، برای حمایت از ما لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندی.